ما بچه بودیم چی داشتیم اینا، 1 ماه گریه می کردیم تا یه شمشیر پلاستیکی برای ما بخرن و تا سن 20 سالگی با همون ما رو می زدن. وسیله تنبیه و شکنجه بود. نه بله، هم با غلافش می زدن هم با خودش، گاهی اوقات دوتایی با هم، از اون این می زد از اون. رفیق من میگفت یه بار ما سر عقل اومدیم گفتیم بریم یه بار قانونی از دست بابامون شکایت کنیم که ما رو میزنه. اون زمان بچهای امروزی اصلا نمیدونن این چیزا چی هست. تا 30 سالگی ما کتک میخوردیم. زهر مار. یکی از رفقا گفت یه بار ما بریم قانونی مسئله رو حلش کنیم. گفت رفتم کلانتری محل گفتم آقا بابای ما رو میزنه، شکایت. گفت اوکی. زنگ زد بابام اومد، 2 نفری مثل سگ منو زدن. همه خونه‌شون مورچه داره، شما خونه‌تون مورچه داره، تو هم خونه‌تون مورچه داره.